بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما. امیدوارم که در صحت و سلامتی به سر ببرید. در خصوص آموزش علوم غریبه در بخش الواح و طلسمات در خدمتون هستم. بنده قاسمی، پژوهشگر و محقق و مدرس در بحث علوم غریبه و در بخش الواح و طلسمات و آسترولوژی در سبک جیوتیش در خدمت دوستان هستیم. اما در این ویدیو در خصوص آموزش الواح مغربی از نوع مربع رو قصد آموزش داریم به دوستانی که تازه وارد علوم غریبه شدند و یا قصد فراگیری به صورت دقیق و منظم هستند. این تصویری رو که مشاهده می‌فرمایید در بحث الواح مشرقی هست. مربع یعنی 4x4 که جمع اعداد به 34 باید ختم بشه در هر ردیف و در هر ستون و چینش اعداد یا خوانش اعداد از اینجا خانه 1 محسوب میشه، اینجا 2، اینجا 3، اینجا 4، اینجا 5، اینجا 6، اینجا 7 و اینجا هم خانه 8. خانه ها به این صورت خوانده میشه یا خوانش انجام میشه. بنابراین ما در لوح مربع 4 دور یا ردیف داریم از نظر چینش اعداد. دور اول از خانه 1 شروع میشه، خانه 2، خانه 3 و خانه 4 این دور اول هست. در دور دوم از خانه 5 شروع میشه، خانه 6، خانه 7 و خانه 8 که دور دوم محسوب میشه و در دور سوم باز از خانه 9 شروع میشه الی آخر که به این صورت اعداد تکمیل میشه. این در واقع الگو و نمونه قرارگیری اعداد بعدی ما هست که در لوح میخوایم قرار بدیم. اما یک قاعده ای که در بحث مشرقی هست یک قاعده مشترک هست. ببینید دوستان، لوح 4x4 یعنی 4 خانه در 4 خانه میشه 16 خانه، جمعش گفتیم میشه عدد 34. این قاعده ای رو که میخوام خدمتون عرض بکنم در الواح دیگر هم به همین صورت مشترک قابل بهره برداری هست. بنابراین قاعده رو به صورت مشترک میگیم که دوستان مد نظر باشه. ببینید اینجا ما 4 خانه داریم در بحث ردیف آخر که با اعداد هم مشخص کردیم. میایم عدد 1 رو به اضافه عدد 2 میکنیم میشه عدد 3. عدد 3 رو مجددا حاصل جمعش رو با عدد 3 جمع میکنیم میشه عدد 6. عدد 6 هم مجددا با عدد 4 جمع میکنیم میشه عدد 10. این عدد 10 که ما در این ستون براتون قید کردیم که جمعش شده 10. اما این بخشی رو که میخوام بگم در همه الواح مشترکه، یعنی یک خانه قبل، یعنی جمع نهایی ما که در اینجا 10 شد. حالا اگر در لوح مخمس بود یا لوح مسدس بود فرق نمیکنه، ضرب در یک خانه قبلش میکنیم، یعنی جمع عددی ما که شده 10 این رو ضرب در عدد 3 میکنیم و جمعش میشه 30. پس تا عدد 30 ما پیش رفتیم. عدد 30 رو به اضافه تعداد خانه های ستون میکنیم که میشه 34 که اینجا 30 به اضافه عدد 4 شده 34 که عدد 34 حاصل جمع هر ردیف و هر ستون از خانه الگوی ما هست. این لوح الگو هست، لوحی که قابل بهره برداری باشه نیست، مد نظرتون باشه. اما بر اساس این الگو و بر اساس این قاعده ما میخوایم عددی رو در لوح اصلیمون به کار ببریم. بنابراین میایم عددی رو مثلا بر حسب عدد ابجد، این جدول که الف با 1 شروع میشه میاد تا قین که با 1000 شروع میشه، این رو دیگه همه بلدن، اصولا همه کسایی که توی علوم غریبه فعال هستن به این مسئله واقف هستن. بر حسب این حالا تعداد
آیات یا سوره ها یا اسماء خاصی مثل اسماء مثلا تیجانیه یا اسماء مختلف که در بعض عزائم است، به هر صورت هر چیزی که میخواید این رو باید در بحث ابجد عددگیری بکنید و این عدد رو ما در نهایت از طریق جدول ابجد کبیر به دست آوردیم. اما میخوایم یک قاعده رو پیش ببریم که این عدد رو در نهایت وارد این جدول بکنیم و جمع اعدادمون باز بشه این، یعنی در ستون و در سطر جمع اعدادمون این عدد در بیاد. بنابراین عدد رو ما در اینجا آوردیمش، ببینید 12 66 52 همین عدد هست. ابتدا این عدد رو منهای سی میکنیم، یعنی منهای این عدد میکنیم که یک عدد به ما داده 12 66 22. اما این عدد کامل نیست، ما مجددا یک عدد 4 هم داشتیم. بنابراین مجددا همین عدد رو ما در اینجا قید کردیم، نوشتیم و تقسیم بر 4 کردیم، یعنی تقسیم بر ستون کردیم. عددی به ما داده برابر با 31 655 ممیز 5. خب این عدد برای ما عدد مناسبی نیست که در جدول ببریم. حالا در بحث سبکای خراسانی و هراتی از این روش استفاده میکنن به طرقی که حالا روش های اونم خاص هست، اما در روش مشرقی که خاص خاورمیانه هست این روش اشتباهه و باید عدد به قول معروف تر و تمیز و فاقد اعشار باشه. فلذا این عددی رو که ما داریم بحث اعشارش رو ندید میگیریم، میشه 31 655. اینجا من زیرش نوشتم که دقیق متوجه بشید، 31 655. این رو ضرب در این 4 میکنیم که اینجا تقسیم کرده بودیم. چرا؟ چون ما این تا اینجا این قاعده رو پیش رفتیم و عدد مفتاح ما شده همین عدد 31 655. اما از اینجا دیگه ما میخوایم اون عدد باقی مانده رو به دست بیاریم، عدد باقی مانده ای که منجر شده به جمع اعشار در اینجا. بنابراین این عدد رو ما اینجا می نویسیم، مجددا ضرب در 4 میکنیم، یه عدد به ما داده 12 66 22. این رو از این عدد کسر میکنیم، از این عدد کسر میکنیم، باقی مانده ما میشه عدد 2 که من در اینجا عدد مفتاح رو براتون نوشتم 31 655 و عدد باقی مانده 2 هست. اما این عدد باقی مانده رو ما در اینجا در بحث ادوار خانه ها قید کردیم که دور اول از خانه 1 تا 4، خانه دور دوم از خانه 5 تا 8 و الی آخر. اما این عدد 2 رو میخوایم ببینیم که در کدام دور باید قرارش بدیم. ما اینجا یک ابداعی به خرج دادیم که برای دوستان خوب هست. ببینید وقتی در دور عددی خب کسورات وقتی 4 میاد یعنی از دور اول شروع میشه، کسور وقتی 4 بیاد یعنی 0 میشه، باز مجددا کم میشه، چون به قول معروف این ستون 4 هست دیگه. بنابراین این 4 رو شما ندید میگیرید و اعداد رو همین به این صورت ادامه میدید چینش رو. اما وقتی عدد از کسورات 2 میاد این رو باید در دور سوم لحاظ بکنید. یعنی چی؟ یعنی مثلا این عدد رو از این خانه ها ادامه میدید میاد تا خانه 8م. خانه 8م عدد بعدی که میخواید بنویسید در خانه 9 عدد بعد از این نیست. مثلا اینجا 8 هست، اینجا 9 نمیشه، اینجا 1 عدد اضافه میشه. کسورات 2، اینجا از دور سوم شروع میشه اما 1 عدد اضافه میشه. در بحث مشرقی به این صورت یعنی 1 واحد اضافه میشه. بنابراین اگر اینجا 8 باشه اینجا باید بنویسیم 10. چرا؟ چون از دور سوم شروع میشه و باقی مانده ما وقتی 2 بیاد
از دور سوم شروع میشه. این کسورات ما، ببینید اینجا کسورات ما 2 اومده، برابر شده دور عددی 3، یعنی از خانه نهم شروع میکنیم. فلذا این جدول بر این اساس شروع من حالا این جدول رو براتون می نویسم. ببینید ابتدا 31 655 این شد خانه اول. خانه دوم 31 656. خانه سوم 31 657. خانه چهارم 31 658. خانه بعدی این شد دور اول. این شد دور اول. دور دوم، دور دوم رو مجددا ادامه میدیم. 31 659. مجددا در دور دوم هستیم. 31 660. اینجا 31 661 و در اینجا 31 662. این هم دور سوم، دور دوم. اما ما میخوایم دور سوم رو کسورات داریم، میخوایم اضافه بکنیم، بنابراین یک واحد به این عدد اضافه میکنیم. در اینجا دیگه 31 663 نمیشه، 664 میشه. یک واحد اضافه میشه به عدد خانه دور سوم. همینطور مجددا ادامه میدیم. مجددا خانه دهم از ادامه خانه نهم گرفته میشه. 31 665 و اینجا 31 666 و اینجا 31 667. این هم دور سوم. اما در اینجا باز مجددا ادامه میدیم. 31 668 31 669 و در اینجا 31 670 و مقلاق هم 31 671. پس چینش اعداد ما به این صورت شد در بحث مشرقی. اما این لوح مشرقی بود، لوحی که اصولا در خاورمیانه مطرح هست، مثل ایران، بخشی از افغانستان، عراق و قسمت شرقی ترکیه بیشتر از این الواح استفاده میکنن، یعنی قاعده بر این منوال هست. اما در بحث غرب آسیا و شمال آفریقا قواعد به این صورت نیست. قواعد در واقع قواعد ناب رو ما باید در اونجا دنبالش بگردیم. چرا؟ چون وقتی ما در بحث لوح میخوایم فعالیت بکنیم باید لوح رو لایه لایه انجام بدیم. چرا؟ چون از قدیم میگفتن که این لوح باید لایه لایه نوشته بشه و حتی قواعد آموزشیش هم باید لایه لایه باشه، اما ساده، به صورتی که حالا خادمین، اجنه های شرور نتونن لوح رو خرق بکنن، انرژی لوح رو نتونن بسوزونن. بنابراین در بحث حروف، کشورهایی که در بحث مثلا مراکش، مصر، اینها قدرت در لوح و طلسم رو داشتن، از حروف بیشتر در قواعد استفاده میکردن. اما نمونه لوح مغربی رو من در اینجا براتون آوردم که توضیحاتش رو بدم. ببینید در بحث مشرقی الگوی ما عدد بود، خب اما در لوح مغربی الگوی ما عدد نیست، الگوی ما حروف ابجد. یعنی حروف ابجد در لایه لایه های قواعد الواحی وجود داره. اما چینش اعداد بر حسب همون مشرقی هست. مثلا خانه اول ما در ردیف اول اینجا بود، خانه دوم اینجا، خانه سوم اینجا و خانه چهارم اینجا.
این ردیف رو در اینجا بهش میگن ازلن. خب ازلن اینطوری خونده میشه. در بحث قواعد مغربی به این صورت خونده میشه. ازلن، اعداد باید در ازلن نوشته بشه، یا صدودن، یا ایجهن، یا حب مکن. خب به این صورت، یعنی این حروف ابجد رو در اینجا ابجد، حوز، حتی، کلمن، سین و این. خب و بر حسب اعدادی که باید قرار بگیره در الگو، ما در اینجا ازلن رو میبینیم، یعنی الف، زا، لام و نون. اما در اونجا ما یک قاعده خیلی پیچیده ای داشتیم و خیلی مبهم، گاهی بعضی از افراد سردرگم میشن که واقعا سر در نمیارن. والا فرقش رو خواهم گفت که علت این که مغربی قابل قبول تر است به چه صورته. ببینید من ابتدا قاعده مغربی رو میگم، پس تا اینجا ادوار مشخص شد که به چه صورت هست. این قاعده در بحث تمام قواعد عددی در بحث مشرقی کار میکنه. یعنی اگر شما در بحث لوح مخمس یا مسدس هم داشتید، بر حسب اون این چینش حروفی باید ازش استخراج بشه. اما ما یک قاعده ای که در بحث مشرقی داشتیم این بود که عدد کل رو منهای 30 میکردیم، تقسیم بر 4 میکردیم و حالا با یک فرمولی عدد کسور رو استخراج میکردیم و در لوح میبردیم و 2 رو مشخص میکردیم بر حسب عدد باقی مانده یا عدد کسور و در ادوار جای میدادیم. اما در لوح مغربی اینطور نیست. در لوح مغربی عدد کل که به صورت ابجد ما به دست آوردیم، اینجا هم باز همون عدد قبلی رو من لحاظ کردم، یعنی 12655 رو در هر دو قاعده عدد یکی هست. فلذا این عدد کل رو ما میایم مستقیم تقسیم بر 34 میکنیم. اینجا ملاحظه فرمایید 12 66 52 مستقیم تقسیم بر 34 کردیم که شده 37 25 37 25 و اعشار هم اینجا داریم که باز بر حسب همون قاعده قبلی ما این 37 25 رو ضرب در 34 میکنیم، یه عدد به ما میده. این عدد رو از عدد کلمون کسر میکنیم. درست شد 2. اما اینجا عدد کسور یا عدد باقی مانده شد 2 که ما در اینجا عدد رو داریم 37 25 و عدد کسرمون هم شد 2. حالا این دور برای ما دیگه در اینجا مطرح نیست. ما در بحث این قاعده مغربی هر آنچه عدد کسر که برامون بیاد این رو از خانه 13 باید اعمال بکنیم، یعنی از این خانه. حالا به چه صورت؟ من چینش اعداد رو براتون میرم. ببینید 37 25 از لنن اینجا پس شد 37 25 خانه الف، خانه زال میشه عدد بعدی 37 26 خانه بعدی لام 37 27 خانه بعدی نون 37 28. این دور اولمون که در مشرقی هم به همون صورته. اما ادامه کار رو ما مجددا می‌بینیم. 37 29 سین خانه تا 38 خواست میخوام اینجا نوشتم 37 اینجا 37 30 مجددا اینجا 37 31 مجددا اینجا 37 32. این هم دور دوم. خانه های سین یعنی خانه
اینجا، خانه تا، خانه اینجا، خانه واو، خانه اینجا و خانه دال، خانه اینجا. دور سوم رو شروع میکنیم. خانه یا ادامش میاد 37 33. خانه بعدی این، در اینجا ما این رو داریم، پس مجددا میایم اینجا 37 34. خانه بعدی جیم رو داریم، در اینجا می نویسیم 37 35. و خانه آخر خانه ها است که در اینجا هست، میشه 37 36. این سه دور اول رو ما لحاظ کردیم بدون اینکه عدد اعشاری رو لحاظ بکنیم یا عدد باقی مانده. اما گفتیم در تمام قواعد مربع در بحث لوح مغربی ما گفتیم عدد رو از خانه 13 اعمال میکنیم، اما در سبک مشرقی ما یک واحد اضافه میکردیم، یعنی یک عدد رو به عدد قبل اضافه میکردیم و در خانه بعدی مینوشتیم. اما در اینجا یک قاعده دیگری وجود داره. در اینجا ما عدد خانه آخر رو، یعنی عدد خانه ها رو، اینجا 37 36 رو به اضافه 2 میکنیم، میشه 37 38. ببینید 37 38 و ادامهش رو می نویسیم که ادامهش میاد اینجا، میشه 37 39 و 37 40 و اینجا میشه 37 41 که این عدد ما کامل، یعنی جمع این اعداد و این اعداد باید این عدد بشه. فلذا فرق قاعده مشرقی و مغربی رو در اینجا برای دوستان باز کردیم. قاعده مشرقی رو توضیح دادیم، قاعده مغربی رو توضیح دادیم، فرقشون رو هم برای دوستان گفتیم. انشالله که بتونن بهره لازم رو ببرن و در کارهاشون استفاده بکنن. نحوه باقی ماندگیری هم در این قاعده من به سبک دیگر برای دوستان آموزش دادم که انشالله بتونن از این روش بهتر استفاده بکنید. و حالا در بحث اون تقسیم بندی دستی که به صورت تیم می نویسن و اونجور انجام میدن، گاهی معادلات اشتباه به کار میره، اما در این مورد به این سبک و سیاق دیگه اشتباه نیست، چون اکثرا دیگه ماشین حساب دارن و با ماشین حساب کار میکنن. این قاعده برای به دست آوردن باقی مانده به دردشون میخوره. انشالله که بتونید استفاده بکنید در کاراتون. آموزش بعدی ما در بحث تبایع الواح مربع در خدمتون خواهیم بود. تب‌ها و عناصر مربع رو خدمتون آموزش خواهیم داد. در پایان آرزوی سلامتی برای همه شما دارم. حتما کانال رو لایک بکنید، سابسکرایب بکنید، برامون کامنت بذارید. سوالی هست بفرمایید در کامنت ها، حتما جوابگو هستم و امیدوارم که شاد و موفق و پیروز باشید در پناه خداوند متعال. زندگی خوبی رو به سر ببرید. یا علی مدد. خدا نگهدارتون.